به قسمت جدید پادکست سپید خوش اومدید. خب همونجور که تو قسمت قبلی گفتیم، امروز میخوام یکم راجع به خوب و بد نسبی صحبت کنیم. این که مثلا چی خوبه چی بده و مثلا خوب و بد معنایی داره. نسبی بودن خوب و بد به این ایده اشاره داره که معیارهای خوب و بد بودن تو فرهنگ‌ها، زمان‌ها و شرایط مختلف میتونه متفاوت باشه. به زبون دیگه بخوام بگم، مثلا چیزی که توی دیدگاه، فرهنگ یا حتی موقعیت خوب به نظر میرسه، ممکنه تو موقعیت یا دیدگاه دیگه بد تلقی بشه. این مفهوم هم ریشه تو فلسفه نسبی‌گرایی اخلاقی و فرهنگی داره. یعنی چیزی که واسه برای من رشتی ایرانی اوکیه از نظر فرهنگ من، شاید برای یه نفر چه می‌دونم توی قزاقستان یا آمریکا، سوئیس، نروژ مثلا غلط باشه یا عجیب به نظر بیاد. حتی خب معروف ترینشون هم که تو ایران محبوبه، ازدواج تو سن کم و پایینه. خوبه به صورت عجیبی برای خیلیا و از نظر خیلیا هم بده. یعنی شاید 99% بد بدونن 1% خوب. ولی آره دیگه، اینا هر جای دیگه دنیا بگی میگن پدوفایلی و تو رو جمع میکنن میبرن. کاملا درسته. تو این نسبی بودن خوب و بد یه سری معیارها دخیلن. اول یکیشون اگه بخوام به طور کلی بگم، زمینه فرهنگی داخل دیدگاه فردی، زمان و مکان یا حتی موقعیت و شرایط. بیشتر ماها به چیز دقت میکنیم، یعنی معیار خوب و بد و فردیش میدونیم، از دید خودمون بالا پایین میکنیم یه چیزو میگیم که اوکی این بده و این یا این خوبه یا فلان کاری که این نفر داره میکنه بد میدونیم به خاطر اینکه از نظر ما بده. و خیلی وقتا میدونیم به اون فرهنگی شاید نگاه نمیکنیم. وقتی میشنویم مثلا فلان اتفاق افتاده تو فلان جای دنیا، بعد ناراحت میشیم، میگیم که مثلا چرا این رفتار زشتیه، مثلا این کار زشتیه فلان بازیگر کرده یا مثلا فلان ورزشکار فلان کشور کرده. ولی شاید به خاطر فرهنگ طرفه، شاید به خاطر محیطی که توش بزرگ شده و از نظر اون این موضوع، این اتفاق اوکیه و هیچ ایرادی نداره. دقیقاً همینطوری که میگی. نسبی بودن خوب و بد به همین موضوع اشاره داره که ممکنه یک چیزی، یک موضوعی تو یک فرهنگ، تو یک خانواده، تو یک کشور خوب باشه ولی برعکس تو کشور دیگه اون کاملا بد باشه. و این همونطور که میگیم نشون نمیده اون چیز حتما خوبه، یعنی مطلقا خوبه. ممکنه از طرف مقابلم خوب نباشه. مثلا همون اشاره‌ای که تو راجع به ازدواج کردی که بعضیا زود ازدواج میکنن. البته که به طور کل دیگه الان نسبی نیست، میدونی، ازدواج کردن با تو سن کم دیگه قانوناً دارن میگن یه چیز بدیه. حالا چه تو این فرهنگ باشه چه تو فرهنگ بد، این یه کاره به نظرم کاملا اشتباهیه که کودک همسری و اون توی خوب و بد نسبی جای نمیگیره. شاید مثلا سالها 100 سال پیش یا 50 سال پیش یک امری عادی بود که یک سریا بگن خوبه یک سریا بگن بده، ولی الان کاملا منسوخ شده و حالا خانواده‌ای که اگه هستن و کودک همسری در واقع انجام میدن، ازدواج میکنن، کارشون اشتباهه کاملا و غیر قانونی. حالا من غیر قانونی بودنش رو نمیدونم، شاید قانونی باشه، حداقل تو ایران حتما قانونیه که این کارو میکنن، ولی آره دیگه میدونی کار درستی نیست، کار یه جوریه. کاریه که تو بری مثلا دست همسرتو بگیری بری ماه عسل بری آمریکا، بعد بخوای بوسش کنی تو رو جمع میکنن، یعنی میان قپونی میگیرنت میندازنت تو ماشین، میگن که اون بچه هست، مثلا چرا بچه رو از کجا آوردی. خلاص حالا از این موضوع میگذریم. نسبی بودن خوب و بد به نظر من کمک میکنه، یعنی اگه بخوایم خوب درک کنیم این موضوع رو، به ما کمک میکنه که کمتر قضاوت کنیم. یعنی وقتی میایم نگاه میکنیم به این موضوع که اوکی این اتفاق و این اتفاق افتاده و این اتفاق از نظر من بده، ولی فلانی مثلا خوشحاله، داره مثلا خوشحالی میکنه، بعد میگم که اوکی حالا بیام چیز نکنم، عصبی نشم یا ریاکشن تندی نشون ندم، به خاطر اینکه شکست من پیروزی اونه، چون من رقیب اون آدمم. نیازی نیست که من اگه برعکسش هم اتفاق میافتاد، یعنی من میبردم و اون میباخت، خب قاعدتا منم دوست نداشتم اون آدم نسبت به من یک نفرت عجیب غریبی پیدا کنه. به نظر من خیلی کمک میکنه که ما
عکس العمل کمتری بدیم از نظر احساسی به خیلی از وقایع و اتفاقات و این یک بلوغ ذهنی و فکری و انسانی رو نشون میده دیگه. کاملا درسته. مثلا یک مثال حالا ملموس ترم بخوام بزنم، مثلا فرضاً تو کشور خودت وقتی جنگ میشه و مردم این کشور برای دفاع از کشور خودشون میان میجنگن و کشته میشن، از نظر تو یک کار خوبی کردن و یک در واقع یک مقام بالایی دارن. مخالفش مثلا سربازهای مقابل از نظر تو یک دشمنن و کشته شدن حق اوناست، در حالی که دقیقاً این در واقع نظریه‌ای که تو داری برای مردم که اون کشورم دقیقاً همینطوره. یعنی اونا سربازای تو رو فرضاً پدر و برادر تو رو دشمن میدونن و سربازای خودشونو کسی میدونن که کار درست انجام داره. بنابراین این همون خوب و بد نسبی میشه. اصلا واسه همینم خیلی الان میگن که خب نه به جنگ، چون سال 2025 چند وقتی که میریم 2025 و یعنی الان داریم ضبط میکنیم هنوز 2025 نشده، شاید زمانی که این اپیزود بیاد 2025 باشه. ولی آره دیگه، یعنی میگن که نه به جنگ، یعنی چرا جنگ بکنیم، چرا حمله کنیم، یه سری کودک رو آواره کنیم، یه سری زن و بیوه کنیم، یه سری مرد رو بدون خانواده کنیم، برای چی نمیتونیم بشینیم پای میز مذاکره صحبت کنیم. کاملا حرف درسته، کاملا موافقم باهات و اشاره خیلی درستی بود. بخاطر اینکه ما باید بدونیم و آگاه بشیم به چنین موضوعاتی، بعد بیایم یه سری حرفا رو بزنیم، بعد بیایم یه سری انتقادات رو بکنیم. حالا همونطور که من یه سری از زمینه ها رو گفتم، بخوام واسه هر کدوم مثالم بخوام بزنم و یه توضیح خلاصه بدم، مثلا زمینه فرهنگی، معیارهای خوب و بد تو هر جامعه‌ای به تاریخش، مذهبش، سنت و فرهنگ اون جامعه وابسته است. مثلا یک عملی که توی فرهنگ قابل قبوله، مثلا موقع سلام کردن بخوای با یک نفر روبوسی کنی، شاید این توی یک فرهنگ کاملا عادی باشه و کاملا خوب تلقی بشه، ولی برعکس توی فرهنگ دیگه خیلی نامناسب و یه جوری مثل یک تعرض تلقی بشه. یا حتی توی فرهنگ واحد ممکنه که افرادی باشن که برداشت‌های متفاوتی از خوب و بد داشته باشن، مثلا بر اساس اون تجربیاتشون، ارزشاشون، اعتقادات شخصیشون یک در واقع خوب و بد نسبی دیگه‌ای تلقی کنن. یعنی از نظر اونا خوب یک چیز دیگه باشه، بد یک چیز دیگه باشه. بنابراین این به اون دیدگاه فردی طرف برمیگرده، با اینکه فرهنگ یه دونه است، کشور یه دونه است، یا حتی شرایط یکی باشه. یعنی منظورت اینه که خب درسته، مثلا فرهنگ من میگه که، بازم مثال میزنم، سلام علیک کردن و روبوسی یکم یه جوریه، ولی اگه یه نفر بیاد با من روبوسی کنه، من میتونم اوکی چه خوبه، مثلا منم باید روبوسی کنم و من اینو خوب بدونم، برمیگرده به اون فردیت خودم. دقیقاً. ممکنه میگم یه نفر بیاد، حالا هم از همون روبوسی شروع کنیم، مثلا موقع سلام کردن بخواد با شما روبوسی کنه. ممکنه از نظر تو این یه چیز غیر عادی و غیر قابل قبول باشه، ولی خب از دیدگاه اون طرف کاملا عادیه و اون حرکت رو داره نمیکنه که تو رو آزار بده. واسه اون شخص این کار یه کار خوبه، یک احترامیه. پس میتونیم یه جورایی نتیجه بگیریم که اگه ما بیشتر روی خودمون و فردیتمون کار کنیم، این که بریم خوب و بد خودمون رو مشخص کنیم، میتونیم آدم یه جورایی بهتری باشیم دیگه. چون وقتی که میایم تصمیمی میگیریم خارج از اون فرهنگی که توش بزرگ شدیم، یعنی داریم فکر میکنیم، یعنی همون لحظه داریم فکر میکنیم، میگیم که و تصمیم میگیریم که من مثال حسان درویشی عکس العملم به این اتفاق خارج از فرهنگی که توش بزرگ شدم و این کارو اوکی خوب میدونم، برای اینکه به اون طرف بی احترامی نشه. کلا خیلی خوبه که ما بیایم بیشتر رو خودمون فکر کنیم، بیشتر به کاری که میکنیم فکر کنیم. همونطور که من قبلا گفتم عکس العمل دادن نسبت به عکس العمل احساسی دادن نسبت به هر چیزی، یکم راجع به این صحبت کنیم. چون چیزی که من خیلی میبینم عکس العمل زود به خیلی چیز هست. یعنی یه خبری میشنویم در جا ناراحتیم، در جا میگیم چرا این اتفاق افتاد، چرا اون اتفاق افتاد، چرا فلانی شد، یا مثلا هوی حیوان بوق میزنیم توی رانندگی، عصبیم،
یا مدام ناراحتیم یا اکثرش هم احساسات و حسای بده، حسای منفیه، حسایی که بار منفی دارن حال آدمو بدتر میکنه. یا عصبیم یا خشمگینیم یا استرس داریم. و به نظر من اگه آدم بتونه احساسات خودش رو کنترل کنه به صورت استادانه و ماهرانه‌ای تمرین کنه که بتونه توی لحظه بمونه و بتونه عکس العمل به هر چیزی نشون نده، یعنی اول پروسس کنه تو ذهنش این موضوع رو، اوکی این خبر اینه اوکی فهمیدم چیه، نیازی نیست من عکس العمل نشون بدم. یا عکس العمل سریع نشون نده. آفرین، دقیقاً. وقتی عکس العمل سریع نشون میدی انگار اصلا فکر نکردی راجع به اون اتفاق، میدونی ناخودآگاه یه چیز میگی و شاید بعداً هم پشیمون بشی. خیلی وقت آدم یه سری کارا میکنه به قول تو این عکس العمل سریع باعث میشه آدم بعدا بگه من چرا اون حرفو زدم، یا چرا مثلا چشمامو انداختم بالا، یا مثلا چش خوره زدم. خیلی کمک میکنه به نظر من که آدم انسان بهتری باشه وقتی عکس العمل سریع نده. اولین چیزی هم که به آدم میده آرامش روانیه. یعنی من خیلی وقت دارم سعی میکنم حقیقتش این موضوع رو با خودم که عکس العمل سریع ندم، بگم که اوکی تو باید بتونی خودتو کنترل کنی. وقتی با کوچکترین چیز آدم عصبی میشه، یعنی تو خودتو کنترل هم نمیتونی بکنی. بعد چه انتظاری داری بتونی مثلا یه نفر دیگه بهت اعتماد کنه؟ من چرا باید به کسی اعتماد کنم که با یه بشکن زدم مثلا عصبی میشه، با کوچکترین خبر ناراحت میشه؟ بعد به طرفم وقتی میگی نه بابا این اشتیاق من برای این فلان چیز و اینا، میگم تو داری عصبی میشی، معلومه داری با نفرت فوش میدی، اشتیاق چیه؟ چرا خودمون رو گول میزنیم؟ وقتی من اعتماد نمیتونم بکنم به کسی که سریع عصبی میشه، سریع عکس العمل نشون میده. خب اینی که خیلی سریع واکنش نشون میده و خیلی هم روی در واقع نظر و ایده خودش پافشاری میکنه، یه جور داره یک آدمیه که داره از یک ایدئولوژی پیروی میکنه. یعنی آدمی نیست که بگیم احترام میذاره همونطور که تو گفتی به نظر بقیه و فکر میکنه اون حرفی که خودش میگه اون سند، اون به قولی یک قرآن از پیش نوشته شده است و حق و حقیقت همینه و هر چیزی بقیه دارن میگن اشتباهه. در واقع یک چنین چیزی هم وجود داره، یک چنین عقایدی هم وجود داره که دقیقاً برخلاف همین نسبیگرایی که ما داشتیم صحبت میکردیم. خب کسایی که به نسبیگرایی معتقدن باور دارن که هیچ معیار جهانی و مطلقی برای خوب و بد وجود نداره. در مقابلش مطلق گرایان هستن که اونا باور دارن برخی از ارزش‌ها و اصول‌های اخلاقی برای همه انسان‌ها و همه زمان‌ها ثابت و جهانیه. اینا دقیقاً جزء چنین افرادی هستن، افراد مطلق گرا. یعنی فکر میکنن این این نظری که دارن درسته و غیر از این وجود نداره. حرف اینا دیگه حرف تمامه. و چقدر آسیب زننده است. خیلی هم میبینیم متاسفانه. ما تو جغرافیایی زندگی میکنیم که از این مطلق‌گرایی ها زیاد میبینیم که یک نفر یک باوری رو داره و تا سرحد مرگ بر اون باور معتقده، پافشاری میکنه روش و انگار که به قول تو یه آیه‌ایه که از قبل اومده و اصلا نمیشه تغییر داد. به نظرم هیتلر جزء همین مطلق گرایان بود که با همین افکارش در واقع یک جهان و غوغا تو جهان بپا کرد و یک عده‌ای رو نابود کرد به خاطر همین افکار اشتباه خودش، به خاطر همین ایدئولوژی مزخرف خودش. استالین هم همینطوری بود دیگه. استالین وقتی که یه سری زندان‌های معروف هست تو روسیه که اسمشو متاسفانه الان تو ذهن دارم ولی نمیخوام بگم چون نمیدونم تلفظش درسته یا غلط، ولی زندان‌هایی که تو روسیه زمان شوروی درست کرده بودن، استالین میاد اینا رو گسترش میده و تو جنگ‌های جهانی هم میاد ازش استفاده عجیب غریبی میکنه و میگن همه جور آدم تو اون زندانه بوده، همه جور آدم، یعنی از نویسنده گرفته تا سربازی که رفته تو خط مقدم جنگیده برگشته، بعد گفتن که خب تو رفتی جنگیدی درست و قهرمان ملی ما ولی نیستی اونجا، یا تو فلان حرفو زدی، حالا بیا برو تو این زندانمون، بیا برو.
بعد اونجا کشته میشدم، تو بدترین شرایط، تو بدترین اوضاع زندگی میکردم و به قدری شرایط اونجا سخت بود، وحشتناک بود که اصلا خیلی‌ها رو میآوردم. ببین اینطوری بود، یعنی تیکه زمین مشخص میکردن مثلا این 5 هکتار، این 10 هکتار قرار زندان بشه، بعد با تفنگدار و اینا زندانی‌ها رو میآوردن، میگفتن اینجا زندانه بکنید. یعنی با زندانی زندان درست میکردن، خیلیشون نمیرسیدن از اون زندان استفاده کنن، برن توی سلول بهشون بگیرن بخوابن، میمردن خیلیا. میگن نزدیک 80 میلیون نفر فقط تو اون زندانا مردن این طی سالهایی که اون زندان بوده و اینا همه نتیجه مطلق گرایی دیگه. خیلی بده، خیلی احمقانه است آدم تو عصر جدید توی سال 2025 آدم بخواد مطلق گرا بشه و خیلی هم ببین اشتباه فکر میکنن و یعنی خیلی فکر میکنن که خب نکنه، خب این حرفی که الان ما داریم میگیم یعنی چی، یعنی به چیزی اعتقاد نداشته باشیم، همه چی نسبیه یا از این باور بپریم رو اون یکی باور. نه، ما اینو نمیگیم، ما داریم میگیم که اول آدم با خودشو بشناسه، شخصیت خودشو بشناسه و با مطالعه و آشنایی با فرهنگ‌های مختلف خودشو رشد بده و بعد بیاد تصمیم بگیره. حتی اون چیزی که باور دارم باید بشناسه. فکر کنم تو تمام جوامع این موضوع هستش که شما به دنیا میای، دینت مشخص شده است، یه سری افکارت بر اساس اون خانواده، بر اساس اون کشوری که توش هستی مشخص شده است. شما ناخودآگاه از همون اول متعلقی به اون دین، متعلقی به اون کشور، به اون خانواده و اون عقاید. کاری که شما میتونید بکنید وقتی هرچی بزرگتر میشید اینه که به اون چیزی که عقایدتونه، به اون چیزی که باور دارید راجبش مطالعه کنید، راجب بشناسین اون چیزو. برای مثال خیلی تو خانواده‌های بزرگ میشن که از نظرشون خیلی خوبه، خیلی اوکی هن، همه چیز نرماله، بعد میان بیرون با آدمای جدید آشنا میشن، مطالعه میکنن، ذهنشون رشد میکنه و میتونن بهتر فکر کنن، بهتر پروسس کنن یه اتفاقی رو، بهتر آنالیز کنن. بعد میبینن که نه، این خانواده من همچون خانواده خوبی نبود. مادر من کسی که باعث شد من سالها خجالتی زندگی کنم، یا پدر من باعث شد من سالها استرس بکشم به خاطر فلان کارش و بعد تصمیم میگیره که یکم جدا زندگی کنه از اون خانواده، تصمیم میگیره که دوری کنه و این تصمیم واقعا هم درسته. میدونی یه جمله خیلی خوب هست میگه که شما نباید پدر مادرت بشی و اونا رو سعی کنی تربیت کنی. خلاصه به نظر من کار خوب اینه که آدم بخواد یه چیزی رو بالا پایین کنه، یه تفکری رو بالا پایین کنه و بعد بخواد تصمیم بگیره. این کار درست‌تریه به نظرم. حقوق بشر همونطور که خودتون میدونید اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقیه که هر فرد به طور ذاتی و فطری به خاطر انسان بودنش از اون بهره منده. وقتی میگیم باید یه در واقع حد و مرزی بین این نسبی گرایی و ارزش های انسانی باشه، منظورمون اینه که نباید بین مثلا تبعیض نژادی یا نابرابری که تو جنسیت قائل میشن. آره دقیقاً. میدونی اصلا نیاز نیست به این فکر کنی که این خوبه یا بد. منظور ما اینه، اصلا نیاز نیست به این فکر کنی. تو وقتی یه نفر رو میبینی، یک زنی رو میبینی، همونقدر براش احترام قائلی که برای یک مرد قائلی یا برعکس. یا وقتی که یک آدم سیاه پوست و رنگین پوست رو میبینی، همونقدر براش احترام قائلی که برای یک سفید پوست، همونقدر براش احترام قائلی که برای یک میدونی این چیزها از قبل انگار از پیش نوشته شده است، انگار از قبل ما میدونیم. احترام به انسان اکثرش هم برمیگرده احترام به انسان و احترام گذاشتن به اون انسانیت. مثلا تو وقتی میخوای یه بچه رو آدم میکشه، خب این کار بده دیگه، تو نمیگی این کار خوبه یا بده، نه بیایم از این دید نگاه کنیم که فرهنگ اونا چی بوده یا هدف اونا چی بوده، نه، میگم کشتن کودک بده، این کار بده. میدونی منظور ما اینه. پس وقتی صحبت از نسبی گرایی میشه باید اینم تو ذهن داشته باشیم که یک سری کارها بده ذاتاً و یک سری کارها خوبه. الان کمک کردن به یک فقیر، این کار خوبیه. آره دیگه. خب خلاصه ما تو این اپیزود سعی کردیم راجع به این خوب و بد نسبی یکم صحبت کنیم باهاتون و امیدوارم که خوشتون اومده باشه و به دردتون بخوره بچه‌ها، و به دوستاتون هم معرفی کنید
پخش کنید. سعی کنیم که اطلاعات رو پخش کنیم تا بیشتر جامعه آگاه‌تر بشه، انسان آگاه‌تر بشه. ما هدفمون تو سپید هم همینه. هر اپیزودمون سعی می‌کنیم که یک چیز به شنونده اضافه کنیم، یک چیز کوچولو، یک دانش کوچولو، یک آگاهی کوچولو، شاید یک چراغ کوچولو بخوایم روشن کنیم تو ذهنتون. و هدف از هر اپیزود ما همینه، چه اپیزودهای گپ و گفتگومون، چه اپیزودهایی که اصلا اسکریپت از قبل براش می‌نویسیم و میخونیمشون. آره دیگه همین. حرف دیگه داری؟ یه چیزی الان ذهنمو یعنی خیلی یهویی به ذهنم رسید، اینکه ممکنه حتی همین هیتلر، استالین به نسبی‌گرایی باور داشته باشن، ولی همونطور که ما گفتیم این مرز بین ارزش‌های انسانی و نسبی‌گرایی رو نمیدونستن. فرضاً چون فکر می‌کردن کشتن چیز خب از نظر نسبی از نظر اون شخص خوب بود، اینکه بخوان یه یهودی رو بکشه، ولی به این فکر نکرد که داره در واقع این یک ارزش فردیه. تو یکم مرز این دوتا رو جابجا کردی، حقوق بشر رو کاملا شکستی و نابود کردی. خیلی یهویی بعد اینکه داشتیم حرف میزدیم یعنی این فکر به ذهنم رسید. پس حواستون باشه، ما گفتیم خوب و بد نسبی، ممکنه خوب باشه از یک دیدگاه، ممکنه بد باشه، ولی اینکه مرز بین این دوتا رو بدونیم، یعنی مرز بین ارزش‌های انسانی، حقوق انسانی، مرز این دوتا رو نباید فراموش کنیم. نسبی بودن به این معنا نیستش که شما هر کاری بکنی، هر اشتباهی بکنی برگردی بگی که آره نه از نظر من خوبه و خوبیه، من یک آدم نسبی گرام، بنابراین از نظر من خوبه، شاید از نظر طرف بد باشه. من میدونی چی دوست دارم یه فیلم ساخته بشه و از دید هیتلر بخوایم فیلمو ببینیم. اینکه یه چیز جالب‌تر بگم، اصلا ربطی به این موضوع هم نداره. میدونی شیشه میدادن، مواد مخدر، کریستال شیشه، یه مخدری میدادن به سربازا که از ماده شیشه درست شده بود و اینا میخوردن و بعد میرفتن تو جنگ. فکر کنم مثلا چقدر ترسناکه، مثلا سرباز نازی داره میاد جلو، چشا درشت خونی، تو فقط میخواد بکشه، بعد نجات پرست صدم هست، فقط نژاد آریایی، نژاد خودش رو قبول داره، تو هم یه سیاه‌پوست باشی، یهودی هم باشی، اوه چه وحشتناک میشه. خیلی آدم دیدی که مثلا یک موقعیت رو میبینی تو برمیگردی این آدم اصلا انگار انسان نیست، حیوونه، مثلا چطور تونسته چنین جنایتی انجام بده، چطور تونسته یک انسان رو بکشه، حالا حتی مثلا انسانی که از خودش باشه، فرضاً توی یک دین و کشور باشن و میگن مثلا مثل این میمونه که اون به اون طرف به خوردش یک چیزی دادن که در واقع اون شخص خودش نیست. واقعا این خیلی قابل قبول تره و تو به انسان بودن یک آدم بیشتر باور پیدا میکنی تا اینکه فکر کنی این انسان با همون عقل خودش چنین جنایتی انجام داده، یک کودک رو کشته، یک زن رو کشته، حتی یک مرد، فرق نمیکنه. یعنی همون شیشه راست میگی دیگه، مثلا طرف باز میتونی مثلا بگی که اوکی سرباز آلمانی بوده، شیشه روی شیشه بوده اومده اون کارو کرده، اوکی، تا اینکه بخوای سالم باشی با ذهن سالم و آگاه بخوای این کارو بکنی. دقیقاً. من فکر کنم همه چیزو گفتیم، یعنی چیز لازم برای این اپیزودو گفتیم. بچه خیلی خوشحال میشیم که ما رو تو یوتیوب سابسکرایب کنید، لایک کنید، ما رو اونجا دنبال کنید حتما. و ما از این به بعد شاید اصلا بعضی از پادکستامون رو فقط برای یوتیوب بذاریم و پادکست اصلی و مثلا 20 به 20 حتما توی چنل میذاریم، ولی چون 4 پادکست در ماه داریم منتشر میکنیم شاید 2 تا 3 تاشو مثلا فقط برای یوتیوب باشه، چون میخوایم خانواده سپید رو اونجا جمع کنیم. بچه بیاین اونجا دور هم باشین دیگه لطفا دیگه، من نباید خواهش کنم که چه وضعشه، بیاین بدوین بریم اونجا، داریم دور هم پادکست خوب گوش میکنیم، حرف خوب میزنیم، نه موضوع زرده نه هیچی. تازه ویدیوهای شورت که فقط توی یوتیوبه و ویدیوی شورت هم که تو قسمت قبلم گفتم خیلی ساده و مختصر راجع به موضوعات مختلف صحبت شده توی 1 دقیقه، خیلی مفیده، میتونید حتما برید گوش کنید، ببینید، لایک کنید، اگه نظری داریم برامون بذارید. و مرسی که تا اینجای این اپیزود همراهمون بودید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار تا قسمت بعدی. خدا نگهدار.